مورد بهت پیشنهاد میدم که میتونی درس‌ها رو شب امتحانی جمع بکنی و به اون نمره دلخواهت برسی. نمره دلخواه از دید من بالای 18 و نیمه. مورد اول، فقط کتاب درسی به علاوه نمونه سوال تو برنامه‌تون تو شب امتحان باشه. بعضی از بچه‌ها میان کتاب‌های مختلف تو برنامه میارن، انرژی خودشونو میگیرن و نمیتونن به اون مباحث مهم و سوالات مهم برسن و بعضی از مباحث رو ول میکنن و فرداش که میرن سر جلسه امتحان میبینن که 7 نمره 6 نمره به سادگی از دست میدن. مورد دوم، قفلی نزنید روی یه مبحث خاص. دوست من یا معلم من گفته این مبحث این فصل خیلی مهمه، حتما اینو بیشتر بخونید. بعضی از بچه‌ها شب امتحان یا چند روز قبل امتحان قفلی میزنن روی یک مبحث خاص یا روی مباحث خاص که من پیشنهاد نمیدم. حتما تعادل رو رعایت بکنید که به همه درس‌ها و سوالات برسید. مورد سوم، رمز یادگیری و کسب نمره 20 تو امتحانات حل سواله. حل سوالات سال گذشته، نمونه سوالات رو باید تک تک حل بکنید. پس مورد سوم فراموش نشه. مورد چهارم هم یه جورایی به مورد سوم ربط داره، برای تأکید بیشتر براتون آوردم. اگر درس رو خوندی، مبحث رو خوندی، درسنامه رو خوندی، یاد نگرفتی، فرصت اینو نداری که خیلی بری روش کار بکنی، فیلم آموزشی ببینی، از معلمت کمک بگیری. شما مجبورید بلافاصله بعدش بری سوال حل کنی، چه یاد گرفته باشی چه یاد نگرفته باشین، مجبورید بلافاصله برید بعدش سوال حل بکنید، چون زمانمون کمه. با حل سوال بیشتر میتونیم تسلطمون رو ببریم بالاتر. مورد پنجم، حداقل شب امتحان 5 ساعت خواب داشته باشیم. دانش آموزایی که 3 ساعت 4 ساعت میخوابن بی دقتی میکنن و بعضی از سوالات رو سر جلسه امتحان اشتباه حل میکنن. امیدوارم که بتونید نمره 20 امتحانات نهایی رو کسب کنید. موفق باشید.